بسم الله الرحمن الرحیم. آلوسات کریمی هستم، پایه 7. من سوالم اینه که چرا دین اینقدر به مسائل پوشش و حجاب حساسه؟ ببخشید منظورتون از حساس بودن چیه؟ مثلا یعنی اهمیت زیادی میده؟ بله، مثلا چادر سرمون باشه یا گردی صورت فقط پیدا باشه؟ حدودی که برای حجاب مشخص شده. ممنونم. جناب استاد سوال رو شنیدیم، در خدمتتون هستیم. تشکر. خدمت شما عرض کنم که اگر شما یک جواهر گران قیمتی داشته باشید، قطعا این جواهر رو در یک جا محفوظی نگرش می‌دارید که دزدها و گانگسترها و یاغی‌ها که دنبال این چیزها هستن اونو به سرقت نبرن. چیزی بی ارزشی باشه معمولاً ولش می‌کنید. شما بخواید مثلا زغال رو، سیب زمینی رو تو قاب صندوق نمیذارید، اما جواهر رو تو قاب صندوق میذارید. چرا؟ چون ارزش داره. زن جذابیتی دارد، ارزشی دارد که این ارزش دشمنانی دارد و برای محافظت از این ارزش ها گفتن که این ارزش ها رو شما در معرض دید هر کس و ناکسی قرار ندید، هر دزد و سرگردن بگیر قرار ندید. پس این در واقع نوعی احترام به زن هست که زن ارزش هایی داره که مردها ندارن. جذابیتی. من یه خاطره خدمتتون عرض کنم. یکی از رفقای ما که الله خدا رحمتش از دنیا رفت گفت که سفر عمره اومدیم فرودگاه، دیدم یه خانم خیلی بدحجابی اومد همراه ما. فکر کردم میخواد بیاد مثلا تو فرودگاه برای خداحافظی. بعدم نه، اومد سوار هواپیما شد. بعدم میاد جده اونجا میره خرید نمیاد. دیدم نه خیر، اومد همراه کاروان. و خلاصه ما گفتیم که آقایون با خانم هاشون دو تا بیان برای تحصیل قرائت و کار از این قبیل. وقتی اومدیم شوهرش یه آدم خیلی متدین هیئتی، گفتم شما و این خانم دست دلم نذارید. بعد اون خانم گفت آقا خدا به ما ظلم کرده. ببین این آقا با این کله کچلش، با این وضعش هیچ کس بهش توجه نداره. خدا بهش نگفته سرتو بپوشون، نگفته بدنتو بپوشون. من با همه زیبایی هام خدا گفته تو باید خودتو بپوشون. گفتم که اتفاقا خوب جای انگوش گذاشتی. طبیعی است که اون جذابیتی نداره، کسی اون نگاه نمیکنه، اون دشمنی نداره، اون سر او و اون موی او که کسی طرفدار نداره. این در واقع جذابیت زنها و اون زیبایی زنهاست که خدا میخواد این زیبایی در معرض خطر قرار نگیره. مطلب دوم این که اگر حجاب نباشه اون وقت هر کسی که از کنن لاتی بیسار پای نگاه حیوانی به اون انسان داره، نگاه شهوت آلود، یعنی نگاه حیوانی. برای اینکه محفوظ باشه از این نگاه شهوت آلود گفته که حجابتو مراعات کن، پوشش داشته باش. مطلب بعد این که اگر این زیبایی ها جای خودش در مسیر خودش باشه اون میشه جمال خدایی، اما بخواد در مسیر انحرافی میشه شیطانی. نکته آخر این که عنایت داشته باشن خواهران محترم که دستورات شرع اینا همه رو حساب و کتابه. یعنی اینجوری نیست که حالا خداوند دستوری داده باشه که این که گفتن که حجاب رو مراعات بکنید، پوشش رو مراعات بکنید، طبعا اون حکمت های پشتش هست. از جمله این که اگر شما فرض کنید که با اون زیبایی ها و با اون ظاهر زیبایی که هست که جذابه برای خیلی ها، بیاید تو خیابون، یه آقایی میاد اونجا شما رو مقایسه میکنه با همسر خودش که خبر ندارین که این خانمی که مثلا حالا با این بی‌حجاب اومده بیرون چه مشکلاتی داره، چه عیب‌هایی داره. عیباشو که نمیبینه، فقط این زیبایی رو میبینه. مقایسه میکنه با خانم خودش، میبینه این زیبایی اون نداره. وقت اون خانم در نظرش سطحش میاد پایین. یعنی در واقع این به ضرر خود خانم هاست. این آقا دیگه با خانم خودش اونجوری که قبلا رفتار میکرد رفتار نمیکنه، چون دلش رفت جای دیگه. اون جوانی که ازدواج نکرده، این جذابیت باعث انحرافش میشه. یعنی از این راه حق و ناسهای فراوانی به گردن اون خانمی میاد که بی‌حجاب اومد تو خیابون، حقوقی رو ضایع کرده، خانواده متلاشی کرده، جوانی رو به گناه کشونده. همه اونها به حساب هم نوشته میشه. این نکته هم عرض بکنم. در گذشته زمانی که قرآن نازل شد، زمان پیغمبر و امیرالمومنین، در اون دوره حجاب، پوشش یک مسئله طبیعی فقهی اجتماعی بود. دیگه مسئله سیاسی نبود، مسئله امنیتی نبود، مسئله براندازی درباره اسلام نبود.
میخوان اسلام رو نابود کنن. امروز این گونه شده. امروز پشت حجاب سرویس های جاسوسی شیاطین سنگر گرفتن. از این راه میخوان اسلام رو نابود کنن، میخوان نظام اسلامی رو ساقط کنن، میخوان ضربه به اسلام بزنن و اینا سابقه هم داره. اینا تجربهشون در اندلس و قرطبه اونجا دیده بودن. این رو از این راه رفتن و کمر اسلام رو شکستن. یعنی اگر این اتفاق نمیافتاد الان که من خدمت شما هستم همه اروپا، همه آمریکا مسلمان بودن. چرا مسلمان نیستن؟ از همین راه بی‌حجابی و فساد وارد شدن، ضربه‌ای به اسلام زدن که کمر اسلام رو در جنوب اروپا شکستن. دیگه هم اسلام نتونست بره جلو و نهایت این شد که اسلام اونجا شکست خورد و دیگه هم جلو نرفت. که اگر این اتفاق نمیافتاد امروز اروپا هم آمریکا هم مسلمان بودن. امروز دشمن، شیاطین، سرویس‌های جاسوسیشون پشت این مسئله سنگر گرفتن، دارن آموزش میدن، پول میدن. بنابراین امروز مسئله حجاب رو کسی مقایسه نکنه با زمان پیغمبر. امروز مسئله سیاسی اجتماعی و نظامی و براندازی امنیتی خلاصه